سلام بچه‌های نازنین. امروز میخوام یه داستان تعریف کنم راجع به یه کفش دوزک. روزی روزگاری توی یک باغ پر از گل‌های رنگارنگ یه کفش دوزک کوچولو زندگی میکرد به اسم خالخالی. خالخالی خیلی خجالتی بود. مثلا وقتی پرنده ها می اومدن سلام کنن پشت برگا قایم می شد. وقتی زنبورا دعوتش می کردن برای بازی فقط سرش رو پایین می انداخت و یواشکی می رفت تو لونش. یه روز که بارون نرمی باریده بود یه قطره بارون روی بالش افتاد و بهش گفت سلام کوچولو، چرا انقدر تنها هستی؟ خالخالی گفت من خجالتیم، بلد نیستم با کسی دوست بشم. قطره گفت نیاز نیست غصه بخوری، گاهی اوقات حتی اگه لبخند بزنی نصف راه دوستی رو رفتی. خالخالی با شک و تردید لبخندی زد و همون لحظه یک زنبور از پشت گلها بیرون پرید و گفت وای چه لبخند قشنگی، میای با من بازی کنی؟ خالخالی با تعجب گفت آره باشه و اینطوری اولین دوستش رو پیدا کرد. از اون روز به بعد خالخالی یاد گرفت که حتی با یه لبخند ساده هم میتونه کلی دوست خوب پیدا کنه. و این بود از داستان امروز ما. امیدوارم که درسای خوبی ازش یاد گرفته باشی. خداحافظ.